مقامداران بلندپایه شویتسیا برای نهایی کردن سازش عضویت به ناتو به واشنگتن سفر کردند. شویتسیا 32مین کشوری عضو این سازمان نظامی است. پیوستن این کشور در روزهای روز آمد که ناتو در لهستان تمرین نظامی انجام می‌دهد. بزرگترین تمرین کشورهای عضو این سازمان پس از جنگ سرد. مقامدار امریکایی در لحظه تمرین در لهستان گفت عضویت شویتسیا ناتو را قوی‌تر می‌سازد. شویتسیا ارتش بسیار قوی دارد. این کشور سالها شریک ایالات متحده بود، هرچند در این سالها عضویت ناتو را نداشت. صنعت اسلحه‌سازی آنها امریکا و ناتو را قوی‌تر خواهد کرد. با عضویت شویتسیا به ناتو این سازمان نظامی به بحر بالتیک دسترسی پیدا خواهد کرد. منطقه‌ای که راه کلیدی فروش نفت روسیه از اینجا می‌گذرد و یک فلوت بحریش نیز اینجا مستقر است. در شمال لهستان که در مرز ولایت کالینینگراد روسیه است، نیروهای نظامی کشورهای گوناگون در کنارهای رود ویستولا تمرین می‌کنند. هدف اصلی تمرین آزمایش توانایی‌های نظامی ناتو در جنگ واقعی است. پس از حمله روسیه به اوکراین، ناتو روسیه را تهدید به اروپا نامید. مقامداران ناتو میگویند پیامشان این است که آنها آماده دفاع از هر کشور عضو سازمان هستند. ناتو برای پیشگیری از دو خطر، تهدید روسیه و تروریسم آماده می شود. آن چیزی که شما اینجا روشن می بینید برای مقابله با تهدید احتمالی روسیه است. ما این را بسیار جدی می دانیم. این تهدید ما را به این تمرین وادار کرد. می خواهم تاکید کنم که ما یک سازمان دفاعی هستیم. ما برای دفاع از کشورهای عضو آماده می شویم. آمادگی برای تمرین کشورهای عضو ناتو زمانی شروع شد که روسیه به اوکراین حمله کرد. رفتارهای روسیه در چند سال اخیر و حمله‌اش به اوکراین خطری بزرگی برای کشورهای اروپایی ایجاد کرده است. پس ما همه روزه آمادگی خود را برای محافظت از خاک خود تقویت می‌دهیم. ما برای قوی شدن تلاش می‌کنیم. در بحرها هم در ارکتیکا و اتلانتیکا تمرین می‌کنیم تا آماده باشیم و از هر گونه حمله احتمالی دشمنان خود پیشگیری کنیم. تمرین‌های نظامی ناتو ماه ینور آغاز شدند و در سراسر اروپا تا ماه می ادامه خواهند کرد.